الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ایام حج هست و از هر طرف دنیا در این ایام بابرکت که ایام حجن از شوال بعد از رمضان ایام حج شروع می شود. شوال هست و ذی‌قعده و 10 روز ذی‌الحجه، اینها ایام حج حساب می شود و الان از هر طرف مردم سرازیرن به سوی حج. مراسم بزرگی و عبادت عظیمی که در سرزمین وحی برگزار می شود و حج هر سال یک بار هست و در همین تاریخ و عمره در طول سال جریان داره و یک عبادت عمری است و خانه کعبه همیشه آباد و از هر طرف میان. الان حتی در غیر ایام حج هم انقدر شلوغه اطراف خانه کعبه و مسافرین انقدر سرازیرن با توجه به امکانات جدید که الله تعالی گذاشته است و علاقه‌ای که به اون سرزمین است، علاقه‌ای که مردم به دین دارن که در ایام غیر حج مثل ایام حج شلوغه. مردم گروه و کاروان برای در طول سال برای زیارت خانه کعبه می آید. برای خانه کعبه را زیارت می کنند و به زیارت مسجد النبی و زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم می رو حضور پیدا می کند در مدینه منوره و این از سرمایه های بسیار بزرگ
و نعمت عظیمی است و الله تعالی این سرزمین را محل هدایت قرار داده است که بیان اون سرزمین مقدس وقتی که پای انسان گذاشته می شود تغییر در حتی ایمان و اعتقاد پیدا میشه، یعنی ایمان تقویت می شود، اعتقادها تقویت می شود و تغییر در انسان ها می آید. آنجا محل تغییر و توبه و رجوع الی الله است و این سرزمین نزد الله تعالی بسیار بسیار محبوبه. بالاخره اگر جای توی دنیای کره خاکی بهشت وجود داره، او در جنگل‌های کانادا و کشمیر و شمال کشور ما که سرسبزند، کوههای سرسبز و مناظر سرسبز و طبیعت اونجا طبیعت خاصش نیست، بلکه در سرزمین وحی، در سرزمین مکه مکرمه و در سرزمین مدینه منوره، آنجایی که وفور رحمت، وفور معنویت هست و آنجایی که محل توبه و رجوع الی الله و لحظه سرزمین هر طبیعت و تفریگاه هر اندازه جالب باشد، انسان یک بار که میبینه بار دیگر او لذت نداره که اولی بار بوده، بار سوم و بار چهارم عادی میشه. ولی جایی که جاذبه‌اش روز به روز قوی تر می شود و در هر سفر قوی تر می شود، او مکه مکرمه و مدینه منوره است. آنجا وقتی تشریف ببرید، بالاخره اولی بار که مردم می روند کمی با سختی می روند، ولی بار دیگر چنان کشش پیدا میشه که انسان لحظه شماری میکنه که به این سرزمین مقدسه برسد و تازه تر می شود، محبت و عشق بیشتر می شود و لحظه این خصوصیت این سرزمین بسیاری که علاقه چندان به حج نداشتند و به آنجا نداشتند و بالاخره آخر سفری کردن. سفر اول به همین حالت بوده و اونجا که رفتن دیگه شیفته شدند، دعا کردن که الله مرا هر سال اینجا بیاور و بار بار بیاور. کسی را من از حج آمده بود، وفات کرده، الله مغفرت بکنه، رفتم برای ملاقاتش. آدم مسنی بود و زیاد سنش بالا نبود، هنوز به قوت خود بود. گفتن که من اونجا یک افسوس خیلی به دل من آمد که رفتم و او جلال من دیدم و اون عظمت دیدم، اون بزرگی را دیدم، متوجه شدم به عظمت دی و افسوس خوردم که من الان پیر شدم آمدم، من تا حالا کجا بودم؟ کاش که من جوانی می رفتم. و این افسوس در دل من. از اساتید دانشگاه و تحصیل کرده رفته بود و آدم بسیار باسواد و فهیمی بود و گفتن که من رفتم ملاقاتش که از حج آمده بود و او تأثیراتش را بیان کرد که فکر نمی کرده که در آنجا چنان عظمتی، چنان گیرایی، چنان
بزرگی الله تعالی آنجا گذاشته است و بسیار تحت تاثیر بود. گفت من آنجا که رفتم شروع کردم به نوشتن و در سفرم یک سری خاطرات را و تأثرات را که در آنجا دیدم نوشتم و متأثر بود که کاش که منم جلوتر موفق می شدم که می رفتم به خانه کعبه. و لحاظ عزیزان من یکی از طراحان مسجد الحرام، مسجد مکه مکرمه، مسجد الحرام که غیر مسلمانه و اگر اشتباه نکنم تبع آلمان هست و او به هر حال که اینجا این طراحی نقش داشته، طراحی مسجد و اونجا یک جمعی از مهندسان و متخصصانی که کار میکنن او متأثر شده بود و مسلمان شده بود و که گفته بود که همین طواف که به خانه کعبه می شود او را تحت تاثیر قرار داده است و لحاظا الله عظمتی گذاشته. و یه آیه که حضورتون تلاوت شد اونجا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین، اولی خانه که اساس گذاری شد بر کره خاکی خانه کعبه بود و این تفسیرش همینه که آدم علیه السلام را وقتی الله از بهشت خلق کردن آدم و به بهشت بردن و از آنجا وقتی او را به زمین فرستادن در اثر خطایی که آدم مرتکب شد و توبه کرد و الله او را معاف کرد بر روی زمین، اولی دستوری که الله به او داد که تو خانه من بساز و آدم قبل از اینکه برای خودش خانه درست بکنه روی زمین اولی خانه الله تعالی بیت الله را گذاشته و لحظه اولی خانه خدا هست، خانه عبادت و قبله عالمه و قبله جهانه که حضرت آدم ساختن و یا این که اولی خانه که برای عبادت ساخته شده است او خانه کعبه بود و لحاظا عزیزان من بسیار بابرکته، بسیار بزرگی. از یکی از خصوصیت خانه کعبه که هیچ جباره و هیچ ستمکار نتوانسته تسلط حاصل کنه بر خانه کعبه. خانه کعبه عتیق الله او را نامیده، یعنی او آزاد همیشه آزاد بوده از سلطه جبابره و سلطه انسانهای متکبر و مغرور و مفسد، همیشه او آزاد بوده و لحاظا این آزاده و جای آزادگانه که آنجا بروان الله را بندگی بکنن و قبله جهانه و در حدیث شریف است که خانه کعبه را هم حضرت ابراهیم درست کرده و ابراهیم علیه السلام اول خانه کعبه را و البته با اینکه قبلا خانه کعبه موجود بوده ولی در اثر بارندگی ها و در اثر قرون متمادی که گذشته خانه کعبه تخریب شده بود و ابراهیم علیه السلام را الله دستور داد که او را بسازه و ابراهیم علیه السلام الله تعالی خانه کعبه را ساخته، بچه شخص ساخته، به دست چه انسانهای مبارک ساخته و خانه کعبه را ابراهیم می سازه.
و حضرت اسماعیل او را کمک میکنه و این خانه ساخته میشه و به چه سروران گرامی علاقه و عشق ساختن و دعا کردن که وقتی خانه کعبه را ساختن و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، هر دو دعا می کردن یا الله این خانه را از ما قبول بفرما، یا الله این خانه را قبول بفرما. اعتقاد بنده همینه و توصیه هم کردم که هر کسی مسجد درست میکنه دعای ابراهیم را بخونه، ربنا تقبل منا، یا الله قبول کن از ما، چون مسجد خانه خدایه و سجدگاهه و لحاظا انجا همین دو همیشه خوانده بشود که الله به بارگاه خود قبول کن، برای خودت قبول فرما. و دعا کردن ربنا وجعلنا مسلمین لک، ما پدر و فرزند، همین دو پدر و پدرزند بودن، من مسلمان بگردم برای خود. و این دعای ابراهیمی که انسان همیشه بخوانه که الله مرا مسلمان واقعی، مسلمان برای حق بگردم، مسلمان برای نام نباشیم بلکه مسلمان واقعی و مسلمان عملی باشیم. اینجا این دعا را هم کردن ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا، برای نسل آینده خود دعا کردن که از اونها هم امت مسلمت لک، امت قرار بده که تسلیم تو باشه، مطیع و فرمان بردار تو باشه. چرا هیچ شرف توی دنیا بالاتر از این نیست که انسان تابع فرمان خدا باشه و مسلمان برحق و مسلمان واقعی باشه. الان مسلمان توی دنیا زیاده برای نام، ولی مسلمان واقعی کمه. الله من شما را مسلمان واقعی همیشه این دعا را بکنه، دعای ابراهیم ربنا وجعلنا، و گفتم مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمت الله، فرزندان و اولاد و نسل آتیه ما را یا الله هم مسلمان بگرد و ارنا مناسکنا. این دعا را هم انجا کردن که احکام ما را نشان بده، احکام دین، مناسک به احکام دین می آید و مناسک به احکام حج. حج ما را نشان بده که ما اینجا چگونه حج کنیم، چگونه تو را بندگی بکنیم، این احکام به ما نشان بده. و تب علینا انک انت التواب الرحیم، به ما رجوع کن و توبه ما را بپذیر و ما را به سوی خودت برگردان و تو به سوی ما رجوع فرما. این نیایش حضرت ابراهیم هنگام بنای خانه کعبه و نیایش حضرت اسماعیل. چه انسان های شایسته، چه انسان های والا مقام خانه کعبه را می سازد. این نکته خیلی مهمه. ولهذا همون زمان حج از زمان ابراهیم علیه السلام را افتاد و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم آمدند و این را تجدید کرد. پیامبران که بعد از حضرت ابراهیم آمدند اونها برای حج آمدند. همیشه بسیاری پیامبران منقوله که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمودند حضرت موسی را میبینند که به شتر سواره و برای حج می آید و در هر نشیب و فراز سفر تلبیه می گوید لبیک اللهم لبیک. این کلمه که حضرت ابراهیم منقوله، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. گفت تلبیه میگه حضرت موسی و داره به خانه کعبه. او همون صحنه را الله تعالی نشان داد به پیامبرش و پیامبران صاحب معجزه
و چیزهایی را الله به اونا نشان میده که به ما نشان نمیده، ما نمیبینه و اونها را الله چشم داده، اونها را نشان میده که به ما منتقل کنن، به ما بگویند و ما راهنمایی بکنن. و فرمود حضرت عیسی را میبینی که طواف دیدن که طواف میکنن و تمام سیمای حضرت عیسی را بیان کرد که چه داره سیما. حضرت موسی را بیان کردن که سیماش چگونه و عرض کنم که لحظه انبیاء علیهم السلام حج جریان داشته همیشه و هیچ زمان حج این رونق نداشته که در زمان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و مسلمانان اینقدر علاقمند و اینقدر ارادتمند نداشته و همیشه بوده. حتی مشرکین هم بعد از حضرت ابراهیم علیه السلام مردم عرب، مردم مکه و جزیره العرب که تمام بت پرست بودند، اعتقاد به خانه کعبه داشتند و می آمدن حج می کردن به همون حالت. و این سلسله که جریان پیدا کرده و نظرت این تمام بدعات و خرافات و چیزای اضافیه که مشرکین آوردن اضافه کردن در حج، همه اینها را نظرت اصلاح کرد. و حج الان بر سیره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و راهنمایی و ارشادات آن حضرت و عمل آن حضرت حج جریان داره و حج از عبادتهای بزرگ هم جهاد و حج و هم عبادت بزرگ، چون عبادت مالی هم است و عبادت جانیه، جان هم مصرف میشه، خستگی سفر و سردی گرمی آنجا انسان متاثر می شود و زحمت داره حج و هم مال مصرف می شود و عبادت دیگری که بیان جان و مال مصرف میشه جهاده. و لحظه حج احد الجهادین، یکی از دو تا جهاده، یک جهاد در مقابل دشمن متجاوزه، دشمن سرکشه و متمرده که تن به عدالت نمیده و منطق گفتمان نداره، و یک جهاد برای دفع دشمن، یک جهاد حج که جهاد با نفس، جهاد با شیطان، با مال و جان انسان در راه الله جهاد میکنه. و لحاظ حج عبادت بزرگی است و از اون عبادت هایی است که فرمودن هر کسی به عرفات حضور پیدا بکنه و شرایط حج رعایت بکنه. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. کسی توی حج جدال نکنه، درگیر نشه به حاجیا، و کسی در حج پوش و ناشزا و حرف نامناسب به زبان نیاره و رعایت کنه دستورات حج را، چنان که از مادر تازه متولد می شود، چنان پاک از گناه بیرون بیاد. همه گناه های صغیره و کبیره را الله می بخشه به جز حقوق العباد. بنده اگر وام میخواهند، حق میخواهند، به حق بندگان پرداخت بکن، الله حق خودش را به اونها می بخشه. لحظه عبادت بسیار بزرگ و این حدیث صحیح بخاری است و حدیث صحیح است. و لحظه عزیزان من، آرزوی هر مؤمنه، آرزوی هر خدا جویه که حج بیت الله الحرام نصیبش بشود. الله تعالی نصیب همه ما بگردانه
و کسانی که به این حج مشرف شدن الله رفتن، الله تعالی حجشون مقبول بگردانه. و کسانی که توی مسیرن و منتظرن که به حج بروند، الله تعالی به بزرگی خودش اونها را به خانه کعبه برسانه و اونها را حج نصیبشون بگردانه. و لحظه عزیزان من، حج عبادت عظیم و بزرگی است و تعظیم شعائر الله جا که یکی از مهمترین مسائل در حج که کسانی که به حج می روند حرمت ها را رعایت کنند. حرمت خانه کعبه، حرمت مسجد الحرام، حرمت اون جایگاهی که در آنجا حج ادا می شود، از منی و عرفات و مزدلفه و کل اینها شعائر الله، صفا و مروه و اینها شعائر الله، یادگار و نشانات دین الله. ولهذا اینجا الله فرموده و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کسی که این شعائر الله را حرمت گذاری کنه و احترامشون در دل داشته باشه و خلاف ادب اونجا را انجام نده، حرف نامناسب به زبان نیاره، این از تقوی دله. این معلومه که انسان قلبش متقی پرهیزگاره و تقوی مرکزش قلبه و تقوی بزرگترین عمل انسانه که از الله بترسه و حرمت ها را رعایت کنه و پرهیزگاری را در زندگی اختیار بکنه. و لحظه حج مهمه عزیزان من. و الله تعالی در این حج و مراسم حج خیلی چیزها را گذاشته و زیارت مدینه منوره هست که من خاطره را فراموش نمی کنم که سال به عمره رفتیم و یک مادر بسیار بزرگوار همراه بود با ما، بسیار زن صالحه و او سوالی از من کرد که گفت که ما وقتی در وطن بودیم و خواب می دیدیم مسجد النبی، خواب می دیدیم، خوابای خوبه، و الان اینجا هیچ خواب نمی بینیم. من به شما گفتم که مثلا شما چه خواب خوبه می دیدید؟ مسجد النبی را خواب می دیدید، خانه کعبه را خواب می دیدید؟ بله. گفته الله شما را خدا زنده اینجا آورده، شما که به خواب او زمان خوشحال بودید که خانه کعبه را اینجا میخوای خانه کعبه را خواب ببینی، اینجا که تو را خدا آورده شما را به کنار خانه کعبه، کجا خواب و کجا بیداری؟ و گفته اینجا شما را آورده به مسجد النبی. آرزوی هر مؤمن بوده که یک روز به دربار حضرت رسول برسه و صلات و سلام عرض کنه و اظهار ارادت بکنه نسبت به آن حضرت، اظهار محبت بکنه. الله شما را الله تعالی آورده روبروی مرکز منور آن حضرت روضه مطهره. شما دیگه چه میخواهید که چه چیزی خواب ببینید؟ و این واقعا فضیلت بزرگه که به بیداری کسی بره، شهدای احد زیارت کنه و شهدای بدر زیارت کنه، شهدای مکه را زیارت کنه، عبدالله بن زبیر، عبدالله بن عمر و بسیاری از صحابیات آنجا دفن. اولی زنی که در اسلام شهید شد و ابو جهل او را شهید کرد، کنیزی بود که خدا شناس بود و مسلمان شده بود. بله، اینها اونجا مکه مکرمه دفن و جنت البقیه که حدود 10,000 صحابی میگه اینجا دفنه. و چه انسان ها و شخصیت ها که اونها
چه مقام و جایگاهی نزد الله تعالی ده حامی و ناصر و یار و مددگاران حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و دین اسلام بودن. الله حج مقبول به همه نصیب بکند و حج امسال را الله تعالی برکات را مضاعف بگردانه و حج الله دعاها را قبول بکنه و تاثیر بزرگ بگذارد برای تمام حل مشکلات جهان اسلام، مسلمانان، انسانیت. الله تعالی سبب خیر بگردانه. و عرض مختصری هم داشتم که به هر حال الان شرایط متاسفانه شرایط معیشت و اقتصادی بسیار بسیار بحرانیه. هیچ زمانه اینقدر شرایط بحرانی نبوده. در اثر این جنگ و در اثر مشکلات و تحریم ها و که 20 سال جریان داره و بالاخره و جنگ و محاصره دریایی و این مسائلی که الان از عوارض جنگ هستند بر اقتصاد خیلی فشار آمده و الان تورم و گرانی چنان بیداد میکنه که زور هیچ کسی نمیرسه. مثلا چیزی که چند وقت قبل خریده الان میره به 2-3 برابر باید پول بده بخره. واقعا مردم برای خرید ما یحتاج و خرید چیزهای جزئی که برای ادامه زندگی با مشکل مواجه و همه چیز چندین برابر قیمت پیدا کرده است و این شرایط بسیار سخته و مردم به فریاد در آمدن و از وضعیت و لہذا توجه مسئولان می خواهد و دولت را می خواهد که به هر حال برای مردی وضعیت خیلی سنگینه، مخصوصا برای روستاییان، برای کارگرانی که حالا بیکار شدند، بعضی کارخانه ها زده شدند و تعطیل شدند، کارگرانشون تعطیلند، بسیاری جلوتر تعطیل بودند و لحاظا بیکاری نرخ بیکاری بسیار در حد بالاست و بالا رفته و اینها همه باران بر جامعه، بر خانواده ها و الله تعالی فرج بیاوره و الله تعالی مشکلات ها را حل بکنه و مسئولان باید به این توجه کنه و باید بیشتر فکرمند باشد و به هر حال می طلبد که دعا بکنیم همه ما و به هر حال این شرایط توصیه بنده به صرفه‌جویی هست در تمام زمینه ها، در همه چیز صرفه‌جویی حیاتی و مهمه و به زنان و مادران و خواهران دخترانم توصیه می کنند که شرایط فعلی را درک کنند و بدانند و صرفه‌جویی کنند و قناعت کنند و که نمونند توی زندگی با بنبست مطلق روبرو نشوند، زندگی ادامه پیدا بکنه. و توصیه بندانه که به اونهایی که واقعا گرفتارند، زندانی و خانواده زندانیان، فقرا و بیکاران شهر، نیازمندان شهران، به اونها دست برسانند و از اونها غافل نباشیم و از اونها فراموش نباشیم و الله تعالی توفیق عنایت بکنه. و این
نکته بسیار حیاتیه و فراگیر در سطح کشور و مشکل تمام ایرانیانه و مردم ایرانه. و نکته دیگری که یادآوری میخواستم بکنم، اخیراً متاسفانه ما یک سری فشارهایی را احساس میکنیم که عده‌ای میخواهم فشار بیاورن، مخصوصا بر علما فشار هست و در حال بسیاری را از علما اخیراً اعزار کردن برای هیچ و پوچ، حالا که برای چیزهای پیش پا افتاده و اعزار میکنن و به هر حال ویژه روحانیت مشهد و اینجا و این اونها نیستن، در واقع مشهدی نیستن، اینها ملم استانی ها، اینجا افراد تندی هست و از دیری بوده و اینها برای هیچ زمان اینها با این فشارها نه به امنیت کمک کردن و نه به وحدت کمک کردن. وحدت توی استان ما مسئولان خوبی هم داریم، معتدلن، میان روان و دور اندیشی دارن، همه یکسان نیستن، ولی بعضی هم متاسفانه که سطحی فکر میکنن، نزدیک فکر میکنن و بالاخره عقده های دارن و به هر حال این مسائل ما میخواهیم که به هر حال اینجا با توجه به حساسیت این استان افراد تند اینجا نفرسته مرکز. بالاخره از خود همین منطقه مردم اینجا اگر برخواستن در دست افراد معتدل باشه و میانه باشه و افراد معقول باشه، هیچ وقت ما با مشکل گیر نمی کنیم. مردم اینجا خود نشان دادن و ثابت کردن که اونطور که قبل از مسئله جنگ گفته می شد که آقا اینجا نمیدن فلان میشه و با هم میشه، خود همین مسئول میگفتن، ولی دیدن که مردم به هر چه اندازه مسائل امنیت استان رعایت کردن در این شرایط و مشکلات ناامنی ما اینجا نداشتیم و مشکلات ناامنی همین فشارات درست همینه درست میکنن که جا فشار میآورن و الا مردم اینجا فهیمن و مردم بسیار خوبه، موقعیت ها را درک میکنن که الان همون آیه که حتی بعض افراد که مشکل دارن هم موقعیت ها را درک میکنن. هیچ وقت به آب و خاک و وطن خیانت نکردن مردم اینجا. اگر خیانت کردن موارد بیارند کجایه و مخصوصا این رفتن مولانا کوهی که یکی از علمایی است که برحال دنبال فساد هیچ زمانه نبوده، تندروی هم نکرده به اون صورت و منتقد بوده، انتقاد میکرده، حرف مردم هم میزده. خب اینا گرفتند و زندان کردن مدت و بعد از زندان که هم آزاد شد اینجا بالاخره مامورین با همه معترضان همون زمانه بعد از جمعه خونی برخورد کرده و انتقاد کرده بود و انتقاد تند کرده بود و حق هم داشت توی انتقادش، ما نکردیم اون حرفه که ایشون گفته بود، ولی او این حرفه زده بود او را همین دروازه زاهدان گرفته برده، 2 مرتبه زندان کرده، 2 بار زندان شده، چندی سال زندان شده است. بعدش که آزاد کرده آمده هر روز زنگ یلا بیا فلان بیا فلان حرف بزنه باید بیا.
و این عالم رفتن از کشور و ناراض شدن و در تنگنا قرار دادن برای کشور ضایعاتی است. حالا بعضی آدمان فرصت طلبان ممکنه باشد در همه کشور فرصت طلب است و برای نام برای شهرت حرف میزنند و یکی نه دلسوزه و باید این دلسوزان ما دریابیم و بدانیم که چه کسی دلسوز مردم و خیرخواه مردم و ما گلایه میکنیم امروز از این وضعیت و چیزی اگر نمیگیم که خود مسئولان فکر کنم، ولی اگر به این صورت باشه که یک طرف فشار بیاید و این بالاخره این سبب دیگه اختلاف ها می شود، دیگه مسائل می شود و دقلش اینه که سکوت نمی کنید و فشار نیارید. شمال از شرایط جنگ و جنگ فشارهای خودش را خود به همه داره، نه به یکی، همه تحت فشاره. علما یکی درس میده که تدریس میکنه یلا بیا فجان ای بالاخره کسانی که در استان برای استان دلشون میسوزه، برای کشور دلشون میسوزه، برای ملت ایران درخواستم اینه که اینها را تفهیم بکنه یا اینها را جا به جا بکنه. اخیراً یکی از من تا حالا عادتم نیست که اینجا به شخص حمله بکنم یا به شخص، اما یکی از اخیراً از همین مسئولان هست اینجا که به هر حال از مدتی که انتقادهای میکنه، انتقادهای شخصی میکنه و من انتقادهای شخصی را هیچ زمان پاسخ نمیدم، ولی من پاسخ میدم اینجا امروز به این انتقادهای شخصی ایشون که توی ایشون گزارش غلطی دادن و اشتباهی دادن و این کذب محضی که ایشون صحبت میکنه و این انتقاد کرده که اینها در وقت مثلا جنگ که شروع شده اینا رفتن توی روستا، نه کذب محض، هیچ کسی نرفته توی روستا. اون زمانی بوده که تمام این مسئولان توی دفاترشون نبودن، او هم توی دفترش نبوده، بالاخره خانه جوار مسجد بوده، پالوی مسجد بوده و دیگه جایی هم نرفته و یه هر گزارشگری گزارش با ایشون داده، او کذابه هر کسی که داده. بله و گفتن مردم گفته که حالا جنگ معلوم جنگ کدوم طرف میره، تمام این مسئولان از ادارات نرفته، خانه ها نرفته و او را هم گفته که شما توی دفترتون نباشه، زمانه توی خانه نباشه، خانه پالوی رفته نشسته و لحظه ای حرفها هیچ وقتی مناسب نیست و دیگه گفته که یه توییتی بوده که به او گفته که آقا به توافق انتقاد کرده، خوب است، بالاخره هر کسی نظری داره که میگه توافق بشه و یکی میگه نشه، اختیار داره هر کسی، ولی باید حمله بکنه که گفته توافق عادلانه و آقا شما از این دشمنان امید عدالت دارید، امید توافق دارید و اینا توی هر جلسه مطرح کردن، این کاری که شایسته هیچ کسی نیست. خب خدا را شکر که گفته توافق عادلانه و نگفته که توافق یک طرفه بکنه، گفته عادلانه. عدالت چیزی که ما تا زنده ایم صدای عدالت تا میدیم. حالا کسی خیلی جایزه توی کشور ما فریاد زده از عدالت و ما ندیدیم عملی،
ولی وظیفه ایمون است که ما بگیم عدالت. بله. و به هر حال این نوع انتقادات شخصی به هر حال شایسته نیست. نه من شایسته خودم میدانم، نه شایسته کسی دیگه میدانم. و به هر حال این نوع اینها سبب دیگه ناراحتی همیشه. و کلی کسی انتقاد بده، من همیشه اجازه دادم بنده که من حرف میزنم، اگر کسی دیگه گفته فلانی حرف شما را رد کرده، فلان گفته، بگذار رد بکنه. هر کسی باید حرف بزنه، حرف داره بزنه. قضاوت با مردمه، مردم قضاوت میکنن که حرف چیه. ما هیچ وقت از این ناراض نیستیم، اما وقتی بدونیم که کمی از انسان از اون مسیر داره خارج میشه، باید و تذکری داده بشه. و من درخواستم از مسئولان در شرایط جدید، حالا مسئولان گذشته همونی که به هر حال شهید شدند و رفتن، و شرایط جدید، درخواست ما آنه که به این نوع مسئولان تجدید نظر بشه. بارها من جلوتر گفتم، انتقاد کردم من که نمایندگان هر ملت از همه منطقه، خود و منطقه باشه، ببینه نمایندگان مجلس از خود منطقه هستند و نمایندگان شورا از خود شورا. و من گفتم که نمایندگان ولی فقیه و زمان گفته از هر قومی باید از خود اونها باشه. این حرف من نیست، این سنت الله تعالی و قانون الله تعالی. الله تعالی برای بنی اسرائیل 12 تا نماینده و رئیس تعیین کرد از هر قوم، از خود او قوم بود. و الله تعالی همین می فرماید که از بنی اسرائیل 12 تا نماینده تعیین کرد. هر قوم، به اصطلاح اینجا هر فسرنده رئیسش از خودش، این الله تعیین کرد. و انبیاء علیهم السلام هم از هر قوم از نماینده از خودشون تعیین کرد. چه اشکالی داشت؟ همون زمانه گفتن، توی رسانه هم مطرح شد، انتقاد هم شدم که از این منطقه از اهل سنت بشه، نماینده بلوچ بشه، نماینده کردها از خود کردها بشه، نماینده ترکمنها از ترکمنها بشه، آذری ها از اونها و لورها از اونها و از هر طایفه از خودشون بشه. و اینجا ماشاءالله اینجا این برادران سیستانی ما هستن که ما و اونها خویشاوندی داریم، قرابت داریم. و اگر از ما نشد حداقل نماینده از عزیزان سیستانی، ما سیستانی معتدل، که من میگن که از قومیت بلوچ معتدل یا سیستانی، چون ممکنه تندروی در بلوچه باشه که در سیستانی باشه. من نمیگم که تندروی رتایم، یک آدم معتدل معقولی از سیستانی بشه ما قبول داریم. و عزیزان شیعه، برادران شیعه ما بشه که بومی ما قبول داریم. و از بلوچه از خودشون بشه که خیلی بهتره. و به هر حال ما مشکلات استان کمتر میشه، چون این حرفها در وحدت هم تاثیر منفی میگذاره و در امنیت هم تاثیر منفی میگذاره. و ما امیدواریم که همه روی مسئله فکر کنم و مقصدی هم ندارم، این حرفها را دلسوزانه میزنم و خیرخواهانه هست. و الله تعالی به همه ما توفیق عمل عنایت کند. و صلی الله علی سیدنا محمد.